چرا انقدر طلبکاری؟ چه طلبی دارم من؟ فکر کردی فقط تو این مملکت ستاره دار شدی؟ ستاره تو زدی به سینت راه افتادی تو خیابون که چی؟ من پنجشنبه نمونم خونه با توی علاف راه بیفتم تو خیابون که بشیم دو تا علاف نمونم آره راست میگی، من علافم، علاف تو، علاف بابای نامرده که من سر کار میذاره تا برات خواستگار بیاره. خودش چه گوهی بوده وقتی ما خواستیم با من رو تو بگیری که من الان نیستم. خودش چه گوهی بوده نیستم واسه من شرط میذاره. این معرفت من چی کار کردم تو این 4 ساله؟ چی کار باید میکردم که نکردم؟ چی کار میتونستم بخورم که نکردم؟ من میخواستم اینجا باشم.